با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم یک نسخه خیلی خوب رو از اسرار طب سنتی برای شما آموزش بدیم. این نسخه برای درمان زخم‌های گوارشی، زخم روده، نفخ و ورم یکی از بهترین داروهاست که حتی میکروب معده رو درمان میکنه و یکی از بهترین داروها برای درمان رفلکس یا همون برگشت اسید معده است که شما میتونید استفاده کنید. برای این دارو شما باید شیرین بیان، گل بابونه، گل پنیرک، گل ختمی و تخم کتان را به اندازه مساوی با هم ترکیب کنید، آسیاب کنید و هر روز صبح نیم ساعت قبل از صبحانه یک قاشق مرباخوری سرپر از این دارو رو دم می کنید و میل میفرمایید. 40 روز که این کار رو انجام بدید انشالله درمان میشید و در کنار این نسخه البته باید رژیم غذایی رو نیز رعایت کنید. سربلند و پیروز باشید.